چرا برای امام زمان کم میخونید؟ چرا فقط اول و آخر جلسه میشه امام زمان؟ انگار یه مدیه با آقا شروع کنید آخرم ابن الحسن آقا بیا آقا بیا آقا بیا میشه بره. چرا انقدر میگه آقا بیا؟ اصلا مگه نیومده؟ مگه نبوده؟ بگیم آقا برگرد. غلط کرد. ندبه میگه چی میگه با گریه میشه ظهور نزدیک کرد. فقط گریه تکینه. کسی پایه هست با هم گریه کنیم؟ حلم ما 7 میلیارد جمعیت کره زمین چند نفر میدونن اصلا مهدی نامش چیست؟ فرزند کیست؟ او مظلوم است به خدا. بیایم شروع کنیم. خودمون شروع میکنیم. آدم میشیم بعد دست بچه‌مون میگیریم، دست بابامون میگیریم، دست داداشمون میگیریم. به خدا برکت میده. یه وقت دیدی خبر اومد، خبری در راه هستی، دنیا رو ببینید چه خبره. وای فکر کن زدن سخنرانی امام زمان. آقا او لحن علیه ها، او اباحت علیه، او قامت رسول الله. نگاش میکنم دلبری میکنه.